سلام، چطورین؟ بعد از صدها سال، چقدر نور بده. الان بهتر. بعد از صدها سال چه خبر؟ حقیقتش چقدر هم حالا سر و صدا میاد الان. حقیقتش اینکه یه مدتی نبودم و ویدیو نذاشتم این دلیل بود که من کلی برنامه داشتم، قرار بود برم، یعنی رفتم مسافرت، قرار بود اونجا با یه عالمه ویدیو بگیرم، با هم کلی حرف بزنیم و کلی ایده های باحال داشتم. اما متاسفانه یه وسط، یعنی در واقع روز اول مسافرت، حتی یه ریلزم گرفتم. آره، حتی یه ریلزم گرفتم، ادیتش هم کردیم که اینستا ریلز بشه، تو یوتیوب شورت ویدیو بهمون خبر دادن که پدر بزرگم فوت کرد و دیگه بعد از اون واقعا هیچ حس و حالی واسه ویدیو گرفتن و اینا، یعنی نمیتونستم حقیقتشو بخواین. شاید بقیه بتونن، شاید مثلا آدما بگن که اینم جز زندگیته بالاخره و فلان و این حرفا، ولی خب من نمیتونستم. از این طرف مسافرت دیگه مثل اولش نشد و اصلا برگشتیم و اینا، از این طرفم یعنی مثلا فرصتش هم نداشتم، ولی خب الان اینجاییم بالاخره. نور امروز خیلی بده و قراره که امروز با هم بریم من تست بدم. تست چی؟ دستیاری ناخن. و در واقع همون سالونیه که یعنی آموزش دیدم دیگه. استوری گذاشتم تو پیجشون که آره میخوایم دستیار ناخن استخدام کنیم و منم اینجوری بودم که اوکی، من شاگرد خودتون بودم و گفتن بیا ساعت 12، الانم 11 و 20 دقیقه است، میخوام ماشین بگیرم بریم اونجا و دیگه آره تست بدم. امیدوارم که قبول شم. بعد اسنپ بگیرم واسه همین پاز، الان پاز تا بقیه ماجرا. گنگ من رسیدم به اونجایی که باید تست بدم، سالن زیبایی. آره رسیدم و یه ذره استرس دارم، خوشحالم هستم البته، ذوق یعنی امیدوارم همه چی خوب پیش بره. بعد 2 ساعت فکر کنم این وضعیته، اومدم بیرون و بهم گفتم خبر میدم، ولی چون شاگرد خودشون بودم احتمال زیاده که فکر کنم قبل یعنی اوکی بشم. تست سختی هم نبود. آره خیلی گوشمه، خیلی خوشحالم که قبولم کردن. یعنی من یه جوری گفت که انگار مثلا اوکیه، فقط گفت مثلا دوباره بهم تکست بده که خبر بدم بهت. اینم وضعیت ماست. آره خلاصه که خوشحالم. بریم خونه یه چیزی بخوریم. فکر کنم با مامانم باید برم مزون. مامان من فکر کنم نگفتم تا حالا، مامان من یه مزون لباس داره، یه چند تا لباس اینا میخواست، تو خونه بود که میخواست ببره اونجا چند تا بیاره و از این کارا فکر کنم با همین کارا بکنیم. بعد این که خیلی خوشحالم که بعد یه هفته، واقعا یه هفته زمان زیادی نیست ولی واسه من خیلی سخت بود که یه هفته فعال نبودم و ویدیو نداشتم و هیچ کاری نمی‌کردم، اصلا ویدیو نمی‌گرفتم، گذاشتنش هیچ. بعد اینکه خیلی خوشحالم که بعد یه هفته دوباره دارم ویدیو میگیرم. امیدوارم که شما هم دوستش داشته باشید. آره حالا بعد دوباره استپ بگیرم. داره دنیای لالای لای. نمیدونم چرا استرس میگیرم تو این موقعیت ها. طرف بهم گفته اوکیه، واقعا گفته طرف اوکیه، واقعا نمیدونم چمه. من الان باید رو چی بکنم؟ مواد نیست و تیپه، یعنی کاغذه گشتمه. باید بگید که چقدر بور میزنی بعد از یه هفته که اومدی، ولی من همیشه گشتمه. آره یه سورپرایز داریم، برم خونه یه
یه چیزی نشونتون میدم که امروز هم میدم رفت با خودم بیارمش، یعنی الان که داشتم میومدم ولی نشونتون میدم. این دقیقا روبرو پستم. من اصلا نتونستم ویدیو بگیرم تو ماشین که بودیم به خاطر اینکه همسفر گرفته بودم و همسفرم دیوانه بود، فریکی بود، خیلی گیر داد به راننده توی اون چند دقیقه اول. تو چند دقیقه اول شروع کرد و تا وقتی که رسیدیم داشت یه چیز خورد می‌زد. بعد مشخص بود که از ایناست که مشکل داره. برای همین من کلا میخیال ویدیو گرفتن شدم، گفتم این دفعه ببینه مثلا الان من که از خودم میگیرم یا مثلا از بیرون ببینه بعد اوکی نباشه داستان بکنه. و رسیدم خونه دوستان بریم یه چیزی بخوریم. سلام. من خوابم برده بود، یعنی این آقایی های تلویزیونی که خونمون بودن بیرون داشتن کار رو انجام میدادن. بعد من گفتم بیام تو اتاق یه ذره دراز بکشم، همونو خوابم برد. الان بیدار شدم، یه 2-3 ساعتی گذشته. اتاقمو یه ذره زاویه خوبی دارم نمیگیرم و شاید خیلی حرفه‌ای نباشه، ولی دیگه چه خبر عزیزان. حالا میتونین ناخونامو بهتر ببینین که کلا ریموف کردم، یعنی گفت بهم ریموف کن، ریموو 100% دیگه برس به صدف ناخون خودت ولی آسیب نبینه، که فکر میکنم واسه من آسیب دید چون درد میکنه یکم. بعدم تیپ بذار و شیپ بده به تیپ ها، مربع، گلدونی، بادومی، چون تستی که من رفتم بدم مثل دستیاری بود نه ناخون کاری. بعد خب دستیاری تا قبل از مواد گذاری نمیدونم کلا چقدر میدونین، یعنی چقدر اطلاعات دارین، ولی دستیار کاری که انجام میده بسترسازی رو تا قبل از مواد گذاریه، یعنی مثلا ریموف کردن ناخون مدل قبلی، لاکشل قبلی، قد دادن بهش، مانیکور کردن، این حرفا. بعد دیگه مثلا میره زیر دست ناخونکار که مواد روش بیاد. و همین فعلا مواد گذاری خیلی اهمیتی نداره. یادتونه گفتم سورپرایز دارم؟ این یه لحظه بایستی من یه جا بشینم ثابت. سلام. آره چیزی که میخواستم در موردش حرف بزنم و سورپرایز جدید میکروفون بود که میکروفون جدید خریدم. خیلی خوشحالم بابتش، ولی خب میگم چون این یه هفته همه چی به هم ریخت و اصلا نتونستم ویدیو بگیرم و اینا، اصلا نشد ازش استفاده کنم. برای همین بعد کلی چیز تو ذهنم بود که مثلا خیلی شیک آنباکسش کنیم با هم، مثلا در موردش حرف بزنم و اینا، ولی خب گفتم اولین ویدیویی که دیگه بعد از این جریانا گذاشتم میکروفونم ازش استفاده میکنم و واقعا دیگه اون آنباکس و این داستانا خیلی اهمیتی نداره. برای همین امیدوارم که صدا خوب باشه. صدا خوبه؟ خیلی ذوقشو دارم و خیلی هم تلاش کردم برای خریدنش، تحقیق هم زیاد کردیم و خیلی دوستش دارم واقعا. مدلی که هست مدل خوبی هم هست واقعا. برند بویا، مدل بویا مایک فکر کنم اگه درست اسمش یادم مونده باشه. بله حالا بریم اتاقمون رو مرتب کنیم دوستان. ببین تو همه ویدیوهای من یه مرتب کردن اتاق وجود داره، چون همیشه به هم ریخته است و ویدیو گرفتن کمکم میکنه که
مرتبش کنم. شاید چون هنوز جا نیفتم تو اتاقم. ما یه حدود 2 ماهی میشه که اینجا اسباب کشی کردیم و اومدیم. شاید واسه اینکه عادت نکردم هنوز، نمیدونم، ولی اکثر اتاقم به هم ریخته است. اون قضیه مزون رفتن با مامانم و اینام که کلا کنسل شد، نرفتیم چون که تعمیرکار اومد. همین دیزه من اتاقم مرتب کنم. های چطوری؟ من اتاقم مرتب کردم، فیلم دیدیم با خانواده، شام خوردم و الانم ساعت 11 خورده، یه ساعت هم دستم نیست. آره قرار بود امشب آخر شب یه ذره بنویسم، حالا که دوباره دارم برمیگردم به روتین و چند تا اتفاق متفاوت و تقریبا همشون هم ناراحت کننده افتاد این چند روز. دلم میخواست در مورد همشون بنویسم، یعنی خب من می‌نویسم و حساب دفترمو نشون بدم. این یه دفتر خیلی معمولیه که من دارم، صرفا جلد روش خوشگله. یه دفتر ساده سیمیه که این یکیشه. 2 تا یا 3 تای دیگه هم قبلا داشتم. خیلی وقته که سعی میکنم منظم بنویسم. حالا الان که منظم نوشتنم مثلا شده ماهی یه بار، 2-3 هفته یه بار. قبلا تقریبا هر چند روز یه بار می نوشتم، اما خوشحالم که هنوز دارمش. حالا در مورد چی می نویسم؟ در مورد چیز خاصی نمی نویسم. هر وقت که حس کنم و این حس نیازتون روشن بشه که باید بنویسم، برمیدارم دفترمو و در مورد حالم، در مورد روزام که داره چطوری میگذره، در مورد اینکه چه اتفاقایی برام افتاده، چه میدونم اگه اتفاق ناراحت کننده ای افتاده باشه، یه موضوع مهم تو زندگیم اتفاق افتاده باشه، یه تغییر بزرگ باشه، معمولا سر این بزنگاه ها این حس نیازتون روشن میشه. خیلی درد میکنه. بعد تراشیدم حقیقتش، یه ذره فکر کنم به صدف ناخنم آسیب زدم، چون ریموو کامل کردم، یعنی همه این مواد رو از این 4 تا انگشتم برداشتم و کوتاه کردم. بلندیش داشت اذیت میکرد. حالا بعد سوهانم بکشم صافشون کنم، الان یه ذره کج و کلن. بعد دیگه آره توی این موقعیت ها معمولا نوشتنم میاد و الانم یکی از اون موقعیت هاست. دیگه فردا هم بریم دانشگاه، یه کلاس دارم. بعد از عید من عملا اصلا دانشگاه نرفتم. اولین جلسه قرار برم سر کلاسام، یه ذره ریلکس کنیم و آماده بشیم واسه خواب. مواظب خودتون باشیم. فعلا تا فردا. سلام، چطورین؟ روزتون بخیر، یعنی در واقع صبحتون بخیر. الان ساعت 8:45 و من ساعت 10 کلاس دارم. یه ذرم دیر راه افتادم، معمولا بعد 8:20 اینا مثلا راه بیفتم. آره بعد اینکه هرچی داشتم تلاش میکردم که میکروفون رو با خودم بیارم، رو یقه های لباسم وای نمیستاد. بعد شال داشتم، گفتم ممکنه اصلا کلا صدا رو بد کنه، اینا بهش بخوره. بعد شل بود این یقه هام. فعلا بیخیالش شدم چون یه ذرم دیر شده بود، ولی قول میدم از این بعد چه همه ویدیوها ازش استفاده بکنم. منظور چیه؟ خریدیش استفاده بکنی داشت. روز یه کلاس دارم و آدم بوشم. حالا تو پابلیک، خیلی پابلیک ویدیو نگرفتم، ممکنه یه ذره ویرد باشم. آره باید هنوز آمادم خوشم. یه کلاس دارم بعدش برمیگردم و دیگه باید میرفتم کلاس رو، چون من گفتن که استادش خیلی رو وضوقیاب و اینا حساسه. من فقط 2 جلسه نرفتم. یکی جلسه اول که هیچ کس نمیره، یکم هفته پیش دیگه، به خاطر همین داستانا. من از حق طبیعیم استفاده کردم. منظورتون چیه؟ تا 3 جلسه رو میتونم غیبت کنم و هیچ کس حق نداره بهم چی بگه. بعدش هم سریع برگردیم خونه. امروز مراسم پدر بزرگم، بکنم 7م میشه. 7م پدر بزرگم، یه هفته پیش.
چطورین؟ طبق معمول گوشی من خاموش شد تا وقتی که رفتم دانشگاه تونستم ویدیو بگیرم. الان اومدم خونه و زدمش ذره به شارژ و یکم آماده شدم واسه مراسم عصر. آره اینجوری رفتم سر کلاس و برگشتم خونه سری و خواستم بگم که ممنون که این یه روزا با من بودین، نگاهم کردین. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه، سال جدید رو خیلی خوب شروع کرده باشین. منظورم زندگی عادیه بعد از تعطیلاته. بعد دیگه این که مراقب خودتون خیلی باشین، سابسکرایب و کامنت و لایک یادتون نره و اینکه قول میدم زود زود از این به بعد ویدیوهای خوب بذارم. یکم بی‌حوصله و شاید شلوول و اینا بودم توی این ویدیو، ولی خب به خاطر شرایط بود واقعا. بازم ممنونم که ویدیوهامو میبینین و خلاصه همین دیگه. خیلی دوستتون دارم. فعلا